سلام آقا، چطورین؟ تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری با کمک افتر افکت یه اکوالایزر جذاب بسازین. البته چون این بحثش طولانیه توی این قسمت فقط بهتون یاد میدم چجوری اکوالایزر رو بسازینش. اما اگر علاقه داشتین میتونین پارت 2 پارت 3 هم برید نگاه کنین که تو یاد دادم چجوری انواع مختلف اکوالایزر بسازین و چجوری اکوالایزراتون روی اجسام مختلف بندازین. پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب بریم داخل افتر افکت تا بهتون آموزش بدم چجوری اکوالایزر بسازین. خب اولین کاری که میکنیم بک‌گراند رو برمی‌داریم و نیو کامپوزیشن میسازیم. بعد از اون موزیکمون هم داخل تایملاین میاریم. خب حالا بعد یه دونه سالید کالر بسازیم که رنگش هم اصلا مهم نیست. یه دونه سالید میسازیم، حالا اون رنگش قرمز اصلا مهم نیست. فقط حواستون باشه سالید بر لایه بالا باشه. بعد روش راست کلیک میکنیم، میریم تو قسمت افکت‌ها و از قسمت جنریت میایم افکت آدیو اسپکتروم رو انتخاب میکنیم. خب بعد از اینکه افکت آدیو اسپکتروم رو انداختین روی سالید کالرتون یه همچین صفحه‌ای برای شما میاد. بعد از اون بعد بیاین داخل افکت کنترل‌ها و از قسمت آدیو لایر اونو بزنینش روی اون موزیکی که دارین. خب حالا تست میکنیم ببینیم که چی شد. خب همونجوری که میبینین اکوالایزر ما ساخته شد، اما یه مشکلی داره، خیلی ساده و معمولیه. حالا چجوری میتونیم شخصی سازی کنیمش؟ توی قسمت افکت کنترل که بریم ما اینجا یه عالمه گزینه برای شخصی سازی این اکوالایزر داریم. خب گزینه اول نوشته استارت پوینت. استارت پوینت میشه این گزینه‌ای که اینجاست که شما هم میتونین از اینجا تغییرش بدین، هم میتونین بیاین اینجوری عقب جلوش کنین یا بالا پایینش کنین، هم میتونین بیاین روی این گزینه اینجا بزنین و هر جای صفحه که بزنین خودش میره همونجا قرار میگیره. خب گزینه بعدی که اند پوینت. اند پوینت میشه این نقطه پایان اکوالایزرتون که دقیقاً همون کارهایی که با قسمت اولش میتونستین بکنین با اینم میتونین انجام بدین. بعد میریم پایینتر یه قسمتی داره نوشته استارت فرکانس، یه نوشته اند فرکانس. این استارت و اند فرکانس میاد شروع و پایان فرکانسی که این ریاکشنش میده بهش مشخص میکنه که میتونید شما اینو کم و زیادش کنید و با کم و زیاد کردنش میتونید اشکال مختلفی بسازید. مثلا ما اینو میذاریمش روی 10 و اینو میذاریمش روی مثلا 400. حالا ببینیم. خب حالا میریم پایینتر یه دونه داره نوشته که فرکانس بند. این چیکار میکنه؟ این میاد تعداد ویوای ما رو مشخص میکنه، یعنی کم و زیادش میکنه در واقع. بذارید من زوم کنم که ببینیم متوجه بشین. نگاه کنین هرچی عدد ما کمتر میکنیم فاصله اینه کمتر میشه و تعداد این ویوای صدای ما کمتر میشه. هرچند که بیشتر کنیم به هم دیگه نزدیکتر میشه و تعدادش بیشتر میشه. گزینه بعدی ماکسیموم هایی که خب این چیکار میکنه؟ این میاد حد اکثر فرکانس ما رو مشخص میکنه که آقا این فرکانس ما حد اکثر چقدر بزرگتر میشه. ببین همونجوری که زیادش میکنیم میبینید این فرکانس های ما هی بزرگتر میشه، این ویوای ما بزرگتر میشه و چه کمش میکنیم اینه کمتر میشه. گزینه بعدیش هم آدیو دایرکشنه که شما با تغییر اینم میتونید شما شکل این اکوالایزرتون رو تغییر بدید. بعد از اون میریم پایینتر یه دونه نوشته تیکنس. این چیکار میکنه؟ این میاد در واقع ضخامت این ویوای کم و زیاد میکنه. این هرچی که کمترش میکنه این ضخامتش کمتر میشه و هرچی بیشتر میکنه ضخامتش بیشتر میشه. فکر کنم اشتباه گفتم، برعکس گفتم. یه دونه هم داریم بعدی سافتنس. سافتنس چیکار میکنه؟ میاد یه محوی دور کارتون میده، دور هر ویو نگاه کنین. وقتی که من اینو برمیدارم و کمش میکنم این حالت بلر دورش از بین میره وقتی کمش میکنم. خب گزینه بعدی که این رو هم عدد 50 باشه خوب. خب حالا ما اینو تغییر دادیم، حالا ببینیم به نسبت اولش چه تغییری کرد. خب همونجوری که دیدین شکل این ویوای ما تغییر کرد. اما حالا یه چیزی داریم این قسمت نوشته این سایت کالر، یه دونه نوشته اوت سایت کالر، یعنی رنگ داخلی و رنگ بیرونی. شما وقتی که روی این زوم میکنی ببینید ما یه دونه الان رنگ توسی داریم که مثلا ما سفیدش میکنیم، ببینید داخلش سفید شد. مثلا این بیرونیه رو ما میایم مثلا سبزش میکنیم، این بیرون کارمون سبز شد. حالا بذار من یه کمی بیام براتون این سایز اینا رو بزرگتر کنم که بهتر دیده بشه. حالا ما یه کار جالبی میتونیم انجام بدیم، بیایم اینم رنگیش کنیم. رنگی خیلی مهم نیست، مثلا قرمز. بعد اینجا یه دایره هست که شما میتونید بیاین اینجا تغییرش بدین، این رنگی میشه این فرکانساتون. حالا ببینید دوباره با هم دیگه ببینیم.
ببینید یه اکولایزر رنگی خیلی جذابی داریم حالا اینجا. خب حالا اینا رو من فقط بهتون صرفا گفتم که چه کاری انجام میدن. شما بعد به این بعدا با اینا مثلا خودتون کار کنین، دستتون میاد که برای اون جایی که میخوان استفاده کنین رو چه عددی بذارین و کم و زیادش دیگه دست خودتون باشه که به اون محیطی که میخوان استفاده کنین بخورین. حالا این پایین هم قسمت مهم دیگه که داریم این قسمته. یه دونه قسمت اینجا نوشته دیجیتال که خب همین نمونه یکی دیدین. یه قسمت داره آنالوگ لاین. خب حالت اینجوری خطی میشه، به صورت آنالوگ و خطی میشه. من بیام اینجا رندر بزنم بگیره که بهتر ببینیش. ببینید به صورت خطی میشه. حالا یه گزینه دیگه ای هم اینجا داره، اینم آنالوگه ولی به صورت نقطه‌ای میشه. ببینید کلا شکلش تغییر میکنه. بزنیم دوباره خروجی ازش ببینید. ببینید کلا شکلش تغییر میکنه. یه گزینه دیگه هم اینجا داریم نوشته ساید A B و هر دوتا با هم. ساید A میشه این لایه بالایی. بذارید روی دیجیتالش بذارم که بهتر دیده بشه. ببینید این قسمت فقط بالایی حرکت میکنه و فقط تو قسمت بالای اون خط شما نمایش میده. میتونید داره ساید B میشه قسمت پایینی کار و خب این قسمت A و B هم که بزنید میشه هر دوتا لایه. یه قسمت هم این پایین داره که اگر این تیکشو بزنید به شما هم سالیدتون نشون میده هم اکولایزرتون که خب این باید خاموش بشه، معمولا خیلی کاربرد نداره. خب تا اینجای کار فقط صرفا بهتون آموزش دادم که شما چجوری میتونید یه اکولایزر رو بسازید و چجوری میتونید شخصی سازیش کنید. اما خب برای اینکه ویدیو طولانی تر نشه ادامه ویدیو رو میذاریم برای پارت 2 و 3 که بهتون یاد میدم چجوری اکولایزر با اشکال مختلف بسازید و اینکه چجوری میتونید روی وسایل مختلف اکولایزر بندازید. خب اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگر سوالی دارین، نظری دارین تو کامنت ها بپرسین، خوشحال میشم جوابتون رو بدم.